در پاسخ به شکایات قبلی برخی از باشندگان کابل، وزیر شهرسازی افغانستان میگوید که شماری از بلاک‌های شهرک خواجه رواش و خوشحال خان تا 15 سنبله سال جاری تکمیل خواهد شد. سید سعادت منصور نادری روز دوشنبه حین بازدید از این بلاک‌ها گفت با شرکت‌ها به تفاهم رسیده و 8 بلاک خوشحال خان و 19 بلاک فاز اول شهرک خواجه رواش به زودی تکمیل می‌گردد. ما اینا تعهد سپردن تمام شرکت‌ها، چون حال ماه مبارک رمضان است، یک ذره از لحاظ کارم مشکل است. بعد از عید بخیر اینا حتی 2 شفته گفتن تا 10 بجه شب ما کار میکنیم که تا تاریخ 15 سنبله را اینا باید امی 2 پروژه را بخیر برای ما اینا تسلیم بدن. این اظهارات در حالی مطرح می شود که شماری از باشندگان کابل حدود 11 روز قبل از عدم توزیع به موقعی آپارتمان هایشان در شهرک خواجه رواش شکایت کردند. به گفته اعتراض کنندگان، با آنکه 4 سال قبل تمام پول آپارتمان ها را تحویل خزانه دولت کرده، اما تا حال موفق به دریافت آن از سوی وزارت شهرسازی نشدند. این در حالی است که در اوایل ماه گذشته رئیس جمهور افغانستان وظایف 6 مقام وزارت شهرسازی را به اتهام فساد اداری به حالت تعلیق درآورد و آنان از سوی لوی سارنوالی ممنوع الخروج اعلام شدند. اکنون سوال اینجاست که اگر این شرکت ها کار بلاک ها را به موقع تکمیل نکنند، وزارت شهرسازی چی اقدامی در برابر آنها خواهد کرد؟ سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی گفت بر اساس تفاهم نامه اگر شرکت ها در زمان تعیین شده کار پروژه ها را تکمیل نکنند، جریمه شده و در لیست سیاه این وزارت شامل خواهند شد. اگر شرکتی را که ما بفهمیم که اونا کار خود تا 15 سنبله را تکمیل نمیکنه، یکی از بندایی که تفاهم با اونا کردیم موضوع جریمه بود و اونا را در این زمان بلک‌لیست میکنیم. آقای نادری اطمینان میدهد که تلاش ها برای تکمیل تمامی پروژه های وزارت شهرسازی جریان دارد. وی همچنان از کیفیت بهتر مواد ساختمانی که در این پروژه ها استفاده می شود اطمینان داد. اینکه آیا این پروژه ها تا ختم سال جاری هجری خورشیدی تکمیل می شود یا نه با گذشت زمان روشن خواهد شد.